سوم اکنون من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر. سیوم کارهایی که یکی اموری که به سبب این انسانی مسلمان مرتد می شود، یعنی که از دین می برد، کافر می شود. کسی مشرکا را کافر نگوید یا کسی در کفر ویها شک آور باشد، یعنی 50% من طرفدار اینا هم بود برای مثال بزن. او صحح مذهبهم، یا که مذهبشون دینشون درست بود و این اوه بدتر کافر میشن. شارح میفرماید حفظه الله و هذه المسألة خطيرة جدا. این مسئله خیلی هم خطرناک است. این مسئله چی است؟ این خطرناک است، این شوخی نیست. میگوشه امروز واقعا بسیار کسایی هستن که طرفدار یهود و نصرانی هم میگن چیکار کردن مسلمانای خود ما رو ببینید چیکار کرده شدن. هزار مسلمانی فاسق بهتر است از از یک کافری که مثال 1000 احسان به طور خود نیکی میکنن. کافر است. فهمیده؟ کافر. این مسئله خیلی هم خطرناک است. یقع فيها كثير من المنتسبين للاسلام. در این بلا گرفتار هستند. در این یعنی که این مسئله گرفتار شدگی هستند بسیاری از کسانی که خود را به اسلام نسبت میدهند. المنتسبین للاسلام، کسانی که خودشون به اسلام و مسلمان هم میگوید، دست از سینه میزنند، از دهنش کف میبرد من مسلمانم گفتم. من لم يكفر المشركين، کسی مشرکا را کافر نگوید. یقول انا والحمد لله ما عندي شرك، من شکر الله شرک ندارم، ولا اشركت بالله با الله شرک نآوردم، ولكن الناس لا اكفرهم، ولیکن کافرا را کافر نمیگوید. با چیشو میگی؟ مسلمانشو میگی؟ نقول لا، برای چنین بی خرد، بی عقل، بی فراست، بی ثبات چنین میگوید انت ما عرفت الدين. تو دین حال ندونستی. اگر دین میدونستی اون مشرکی که الله مشرکش گفته باید تو مشرکش میگفتی. یجب ان تکفر من کفره الله، به تو واجب است، ضرور است، فرض است که کسی را الله کافر گفته تو هم چیکار کنی؟ کافرش بگویی. و من اشرک بالله، کسی که الله تعالی، کسی که به الله شرک آورده است باید که تو را کافرش کنی. و تتبرأ منه، از او باید که آشکارا بیزاری جویی. به یهود کار میکند، به نصرانی کار میکند، و چی میگود؟ میگود که من درباره دینش گپش نمیزنم، خفه میشم. فهمیدی؟ میترسد، بزدل میگو اینا را. فهمیدی؟ اینا را بزدل میگوین. باید که تو تبرع منه چه؟ تبرع آن است که یعنی از مشرک، از کافر بیزار میشوی، از خودشم و از دینشم. تبرع چیسته؟ تو اسلام دوست میداری، اهل اسلام دوست میداری. مادامی که در کس ایمان دارد، در برابری چقدر گناه هم که داشته باشه، زناکار، دزد، متهم، پاره‌خور، همه چیز از دستش میاد، لیکن ایمان دارد، همه ایمانش دوست میداری، کاراشو بد میبینی. کافره از نوگی پشت تا فرق سرش بد باید بینی. درنش حساب نمی‌کنی. اینی چی میگوین؟ با میگویش که در کدوم دین هستی؟ میگوی در دین خریستان. از دینت هم بیزارم، آشکارا میگوی. لیکن خیلی به حکمت و به خیلی نیکی بساگریم حالا که روسیه در فرودگاه مسکو میفروی یکمش بارده زراسوتی خریستان که بینی نبیجو توی ریلیگونه. نه این معنا نداره که هر یک قطوری که یک روسیه میداری تو خریستانی و من خریستان هستم، من خدا در دینت بیزارم با دوام میگیره. این معنا نداره. یعنی باید تو همین خیلی اعتقاد داشته باشی. اعتقاد باید همین خیلی داشته باشی.
بعد لازم شده که تقریبا وقتی که تو دعوت میکنه، وقتی که تو یه چی میگه بگو من خودتون بذارم، من دینتون بذارم، اون وقت خیلی شد اگر دعوتت کنه یا که لازم شده که تقریبا نه. کما تبرأ ابراهیم من ابیه و قومه، چنانه که آشکارا اعلام کرد بیزاری خود را که ابراهیم از کی بیزاره؟ از کی بیزاره؟ از پدرش و از قومش. میخواهم بویمشون این دودم میشه، پدرم میشه، میخواهم بوی خیشم میشه. ابراهیم از پدرش و قال گفت چخلی الله تعالی خبر میده اننی براء مما تعبدون، یا مردم گفت به درستی من از اونی که شما عبادت میکنید کو غیر الله بیزارم، از خودتونم بیزارم، اون خداهاتون از چوب و تخت و سنگ و روز کردگان کو امر بیزارم. الا الذي فطرنی، یعنی من بیزار نیستم فقط از اون ذاتی که فطرنی ای خلقنی، مرا آفرید، و انشأنی من عدم، از نیستی مرا به وجود آورد، یعنی مرا از نیستی به هستی آورد. از همون ذات من بیزار نیستم. فانه سیهدین، انا همون ذات است که سیهدین مرا ارشاد میفرماید و مرا توفیق میدهد، مرا راهنمایی میکند. مفهوم؟ او صحح مذهبهم، یا که کسی مذهبی کافرها را، مذهبی یعنی مشرکها را درست داند. و هذه اشد، شیخ میفرماید این با عوایش دیده بدتره، سختره. اذا صحح مذهبهم، وقت مذهبشون را درست گوید. او قال یا بود که فی الذی یعملونه نظر، یعنی که اون عملی که این یهود نصرانی کرده این در این نظره، یعنی که مثال گیریم سراسیمه نشد، این حال با فکر کردن نرکره، حالا برای دین اینا خوندن نرکره کمتر کو بینیم. سبحان الله. این انسان میگود که در کار یهود، بعضی کسان میگن که این یهود و نصرانی بیچاره قدر عذاب و مشقت میکشن، چی میشه؟ میگه که سراسیمه نشه، اینا بیچاره که به طور خودشون عبادت میکنن فیه نظر، یعنی این کار دیدن در کار است. این آدم میگوید که فیه نظر، هذا الذي يقول هذا ولم ينظر في القرآن، و قرآن نظر کردگی نیست. و تو قرآن نظر میکردی فیه نظر نمیگفتی. در قرآن خبر دادگی است، تو از قرآن بیخبری چی خیلی با در کاری و در عقیده و با نظر میکرد کوری؟ نه فهمیدی؟ فیه نظر میگه یعنی فی الذی یعملونه، اون کاری که کرده، یعنی در اون کاری که میگوید که در اون چیزی که یعملونه اون کرده است نظر کن. هذا انما هو اتخاذ وسائل، اینم چیه؟ وسیله گرفتن است. این وسیله این کار وسیله دستاویزی هست که او را برده به کفر میرسونه، کفر است این اساسا. او یقول یا میگوید که هؤلاء جهال، این یهود نصارا جاهل هم میگوید، وقعوا فی هذا الامر عن جهل، اینا در این بلا افتیدگی هستن از جهل. و یدافع عنهم، حمایشون میکنن، یعنی طرفداری کردن که یهود نصارا یک جای میشیم. و خود بعضی مفتیای به عقلی رسیه میگن که ما باید با یهود و نصارا برادر باشیم، اما ما دین الله، دین ما دین حق هست، باید که همون در زیر یک در زیر یک بنا باید که نماز کنیم، مسلمانی یک چیز، یهود یک چیز، نصرانی یک چیز. اما خیلی بعضی مفتیای به خیردی احمق روسیه گفتن اینا کسانی ایمانشون فروختگی کسانی هست، اینا اعوذ بالله بیسودن جاهلن ويدافع عن اوضاع مدافع منه، فهذا اشد كفرا منهم، این کارش از کفری و یار دیده با اشدی است. لانه صحح الكفر، زیرا اینکه وای چی کفر صحیح دانسته شده. این انسان مسلمان بوده، حقیقت یعنی سیاه را از سفید فرق کرد، بگی آدم سیاه را دیده سفید گفته شده است. وای ها یهود و نصرانی در دل سیاهی، در دل اون سیاهی یک سفیدی نقطی سیاهی نیست، سفیدی نیست در اون سیاهی. برای چی شیخ گفته شده است که این مسلمانی که دین وای را درست میگوید، این جنایتش وای را دیده سخت‌تره. برای چی
برای خاطر اینکه این در درون روشنایی استاده تاریکی رو تعریف کرده و در درون تاریکی نه و صحح شرک درست عیسی را میپرستن بود دیگه چی میبود او شک یا که شکاوری میکنه فنقول له برای چنین کس بگویم کونک مسلمان و تابعا للرسول صلی الله علیه و آله وسلم والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم ما میگیم که کونک مسلمه آخه مسلمان بودنی تو مادامی که مسلمان باشی و تابعا للرسول و با پیغمبر پیرو بودنت یعنی که تو مادامی که مسلمان باشی پیروی از پیغمبر باشی گوش انداز که پیغمبر چی میگوید سراسیمه نشد به سوادیه آخه این گیر اول بین چی میگوید پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم مشرکان رو کافر گفته آمد کو و قتالهم یعنی ویارا به اونها جنگید و خون و مالشون حلال دانست فرمود که امرت ان اقاتل الناس من مأمور شده که الله من امر فرمود است که به مردم کارزار بکنم بجنگم لیقولوا لا اله الا الله تا اینکه لا اله الا الله بگویم أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه خلاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که بعثت بالسيف مرا به شمشیر فرستادن یا من در دستم شمشیر میگیرم این جهاد مقصود است میگن که این سلام جهاد این جهاد انکار نکردیم جهاد حقه جهاد واجبه یکی توانی احمق بیسواد که جهاد میبره بعضی انسان هستن که دست سینه میزنن میگن که ما جهاد میخوان قطعی این سفر کردن نمیشه هم سفری عادی کو تماشا رفتن نمیشه باور اینا نیست او جهاد میدان جهاد پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه من معبود شدم به شمشیر این در دین ما جهاد است خب این شمشیر که من در تن میمونم حتی یعبد الله تا الله را عبادت کردن نشود فهمیدید یعنی هنگامی که الله را عبادت کردن تمام شمشیر من میگیرم نمیزنم اما کنی اون شمشیر بردار امروز شمشیر به کی میبردارید شمشیر هست شمشیر همه بشه تیار است اما شمشیر برداران نیستن شمشیر بردارها بزدلن شروط جهاد امروز قریب که نیست تماما نیست شده است نعوذ بالله یکی از شرطهای مهم جهان راهبر باید باشد راهبران رو کافر گوسودین یک دو احمق بیکاره رنگ خودشونه و خود امیر انتخاب منه 10 کس 15 کس 20 کس 200 کس 300 کس یک بیسواد برای خود امیر قرار میدهن نه قرآن میدونن نه حدیث میدونن نه سخن عالما را گوش میکنن همین است راهبر بی فراستی اخرجه احمد این حدیثه وابن ابي شيبه والبيهقي في شعب الايمان وابن حجر في تعليق التعليق نعم الله میفرماید که وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه سبب قتال بونها بجنگه تا اینکه فتنه نباشد ای يحصل الشرك والكفر یعنی که مقصد از چی از جهاد چی بوده است شرک نشود کفر نشود مقصد مبارزه همین است اینا باشن چیکار کنه کسی نبرد او رو کشتن نکنه چقدر یعنی امام ها رو کشتن مفتی ها رو کشتی سادیان امام معلم ها رو کشتی سادیان کافر شو سادیان چی باید که قطعی امینو احمقا برونده باید که دزدیدن گیرن دست از سینه چقدر دزدیدن رو دیدیم امروز شیعه شدن بدبخت شدن در تاجیکستان فتنه یعنی شرک و یکون الدین لله مقصد از جهاد دین همه دین داره همش برای خاطر الله باشه چی گفتم ويكون الدين كله نقفتم نه ويكون الدين كله لله الدين هذا ده معناش گفتم يكفي و همه دین داری باید که به خاطر الله باشه فهمیدید نه ولی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم